میلوکو بیا مرا بگی. سالایتا بنداز تا همینجا بود احمق. تو چی رقم یک آدم هستی لوده؟ گت ملا سر کار داری؟ باز رفته دوست دختر دیگه کسی اختطاف میکنی؟ ایده کدام کتاب نوشته است بچه من؟ نفهمیدم درباره کدام دوست دختر گپ میزنی؟ بس از پیلوت ایره سر گپ نیار. عمیقه بس است که ما رو سرگردان کرد. راست میگی، حق تو است. کارش خلاص کن. نه علی اگه میزنی اول مرا بزن. هیچ کدام گناهی نداره. سیفدا برات نگفته بودم که بیرون نبرای. اما تو را خواهد کشتن علی. سیفدا پس شو، از اونجا پس شو. اویگار چی جریان داره بچم؟ بچه می دختر مگم دوست دختر تو نبود؟ ای دوست دخترم است. ای بیشرف عقلش ازش گرفته. دوست دختر چی؟ ای دروغ میگه. ما هیچ وقت دوست دختری آدم پس نشدیم. صبر که یک دقیقه صبر کن. یعنی حالی آدم تو اختطاف نکده؟ در اصل مرا ای آدم پس اختطاف کرده بود. باز علی مرا نجات داد. اویگار دختر چی میگه؟ هر چی که میگه بان که بگویه. من دوستش دارم. عاشقش هستم. چرا نمیفهمی؟ زیاد دوستش دارم. عاشقش هستم. بس نیست لعنتی. تو بر ما دروغ گفتی. یک اشتباهی بسیار کلان کردی. خصوصا ده حق ما اشتباه کردی. من به تو گفته بودم که من یک خط سرخ دارم. تو شکر بکش که یک جان قرض دارت هستم. گفت گرفتی؟ پیلوت حال نوبت توست. اگه در منطقت کدام کار مرا خراب کنی باز وقت گپ خواد زدیم. البته اگه تا وقت زنده موندی. البته هر وقتی که خواسته باشی. پیرکی تو هم حقت ببخش دیگه. مزاحمت شدیم ببخشی. بریم بچه ها. سیفدا برات میگم از اونجا پس شو. سیفدا حالا پس شو. نترسی هیچ چیز نمیشه. اگه میزنی اول مرا بزن. سارپ سیفدا را بگی. حالا زوچو حالا. چی میکنی ایلوکو آدم پس. سلایته بنداز اویگار. اگو ماشره فشار بدی مستقیم دوستت میزنی و مام تو را میزنم. تصمیمت بگی. آفرین. فکر نمیکردم این قدر هوشیار باشی. سیفدا کته تغرل پدر داخل برو. اما علی سیفدا کاره را که گفتم بکن. بریم تغرل پدر.
ما تو رختار داده بودم ایگار. تو گوش میکنی اما عقل نداری، سیل میکنی اما نمیبینی. ای تو مانا میته که تا زیر خاک نشی هوشیار نمیشی. صابر کو علی، فایر نکو. تو دیگه کی هستی؟ فقط نام آقا کرت بگویم کفایت میکنه؟ ما کاکای اویگار هستم. با خاطر که تو رو نمیشناسه یک بیعقلی کرد. با جای از او ما ازت معذرت میخوایم. این دفعه با بخشش. اویگار از این به بعد نه به تو و نه به او دختر نزدیک خواهد شد. وعده میکنم. ما به این بیشرف یک چانس دادم اما اشتباه کرد. ده اصل لیاقت چانس دومن نداره. اما وقت نام آقا کرت گفتی دیگه از اینجا ببرش. اگه یک دفعه دیگه در مقابلم بیایی وقت دقیقی آقا کرتم نمیشم، میکشمش. بیا لاوده. شما اینجا چی میکنین؟ گفته بودم که از من دور باشین. تو را به خاطر روزا کلان نکردیم علی. شما واقعا به خاطر نجات اویگار بیشرف اینجا آمده بودین؟ نه، اشتباه میکنی. به نجات دادن تو آمدیم. فراموش نکن. اگر خارج از وظیفه میخوایی کسی را بکشی در پشت تشکیلات ساده نباش. کسی از شما کمک نخواسته. علی، تو کسی آدم ها غرض نگی. با خاطر که با ما بسیار بار نشستی. ایروش کنی از ذهنت بیرون نکنی. رفتن تغرل پدر. کل چیز حل شد. علی بچه، و آدمی که پیلوت نام داشت کی بود؟ تو رو میشناسی؟ مافیای خرابکار، یک آدم بیشرف از اویگار حفاظت میکنه. چرا ایره پرسان کردی؟ نه چیزی نیست بچه. او کی بود که اومده بود؟ آقا کرت بود. او به خاطر پیدا کردن بیدرد هیچ کاری کردن نمیتونه. نه پدر، در وقتش زیاد پشتش گشتن اما هیچ نتیجه به دست ناوردن.
علی بچه، پیش از مردن فقط اینه میخوایم ببینیم که شما دو بیادر با هم یک جا شوین. دیگه از خداوند هیچ چیزی نمیخوایم. مام پدر، مام. ودت، کاش که قرآن کریم خواندن یاد می داشتیم. حداقل یک صفحه‌شو می خواندم. برو، من خود از سرکا کلان شدیم. تو چرا یاد نگرفتی بچه ما؟ تو در سرکا کلان نشدی پیلوت. وقتی پدرم تو را از سرکا جمع کرد فقط که سنت زیاد کلان شده بود. تو را از مکد زیادتر دوست داشت، میفهمی؟ نه دیگه، او قسم نیست. اما تو راست. مام را زیاد دوست داشتم. با من هم پدر بود و هم مادر. کی کار کرده پدر؟ کی؟ پدر ای پدرم هست. از اینجا برو ودت. راست است. ای پدرم هست پیلوت. نه بچم، نیست. از اینجا برو حالا. ای خو پدرم هست. پدرم هست بچه، پدرم هست. پدرم هست، پدرم هست، پدر. پدر، پدر جان.
پادر گریان نکو بچیم، گریان نکو. کسی که درد بر ما داده پیداش میکنیم. او را پیدا میکنیم اصلا نصابش کل قومش پیدا میکنیم، کل قومش پیدا میکنیم. تا با ایشان میکنم قسم میخورم تا وقتی انتقام هر نیکو را نگیرم گریان نمیکنم. گریان نمیکنیم، نمیکنیم، گریان نمیکنیم تا وقتی که انتقام پدر ما را نگیریم کسی نباید بمره. خدا جگرخون نساز، بیادرت پیدا میکنی. من باور دارم. انشالله. او کسی که همراه اویگار بود کی بود؟ تو میفهمی؟ دقیقش نشو سیفته. دباری چیزا فکر نکو. اویگار دیگه مزاحمتون نمیشه. گپ مهم همی است. حالا داخل بریم. ما نگفته بودم از او آدم دور باش؟ اگه نمیرسیدم میکشتت، فهمیدی؟ اگه 1000 بار بمرم بازم سیف داره پیشی او احمق نمیمانم. ای چی رقم ایلا دادن است او بچه؟ با سختی تو را از دست او آدم نجات دادم. اویگار تو حالی هم علی را نشناختی. او آدمی را که تو دیدی او دیگه توبه کده. فراموش کو، فراموش. باید یک کار کنم. اول کاکای ما طرفدار خود میسازم، باز او علی احمقه از بین میبرم. بله جان مادر، تو کجا هستی دختر یک دانم؟ ما زیاد پشت دق شدیم. تو خوب هستی جانم؟ مادر جان خوب هستم تشویش نکن. تو چرا خانه نمیایی جان مادر؟ چرا نمیایی؟ نیکو استاد علی تو را پیش ما روان نمیکنه. چطور؟ او همیشه میگه به شما زنگ بزنم. بسیار یک آدم خوب است. پس چرا خانه نمیایی دخترم؟ من قربانت شوم. چی میشه یک بار خانه بیا؟ ما پشتت بسیار دق شدیم دخترم. ما هم زیاد دق شدیم مادر. قربان خدا شوم که تو را به ما داد. لطفا جا باش، چیزی نگوی. بله صبر چی میشه؟ قطع نکو دخترم، چی میشه؟ قطع نکو. یک دقیقه گپم گوش کو. سیف دا، ما بسیار جگرخون هستم دخترم.
ما معذرت میخوایم. ما با عیس پدرت از تو بخشش میخوایم دختر قندم. چی میشه سیفدا دختر مرا ببخش. برات وعده میکنم سیفدا بعد از این بدون خواسته تو هیچ کار نمیکنم سرت قار نمیشم. دخترم چی میشه پس به خانهت بیا. سیفدا پس به خانهت بیا لطفا. دختر قندم به گپ پدرت کو. مادرت هم جگر خون است مام. لطفاً به گپ ما گوش که دختر قندم. با ما یک چانس بده. سعیس میایم. دختر ما بگم میایم. دختر قندم. علی اگه ازت خواهش کنم میشه مرا تا خانیم برسونی؟ پشت مادرم شاندق شدیم. البته. صبر یک دقیقه. تو چی وقت کلایت ششتی سیفدا؟ کاملا پاک شده. وقت شما که تو دختر دوا فروش مصروف بودین مام رفتم کالای مششتم. از تو هم دبالاست. پاک و صدره میتونی بپوشی. سایز دو صورت میرم کالای ما تبدیل کرده پس پایین میایم. تغرل پدر شما هم حقتان برام حلال کنین. به خاطر کل چیز بسیار زیاد تشکر. استغفر الله. زنده باشی دخترم. زنده باشی. چی میگم؟ از کی است که در منطقه دکترشان زندگی میکنی؟ تقریبا 2 سال میشه. اما من تو را هیچ وقت او اطراف ندیده بودم. تو زیاد دو منطقه می آمدی؟ البته می آمدم. مام تو را هیچ وقت ندیده بودم. راستی حالی که تو موبایل نداری پس ما چی قسم از هم دیگه احوال بگیریم؟ میگی احوال بگیریم؟ خب اگه میخوایی احوال نمیگیریم. به خاطر که تو زخمی هستی نی؟ من به خاطر پرسان کردنی که تو شدی از این خاطر گفتم. یعنی به او خاطر بود. حالا آدرس خانه ما را خب بیازم میفهمی. هر وقت بخوایی آمده میتونی. نیده که من چرا باید بعد دیدنت بیایم؟ حالا به خاطر که من زخمی هستم نی؟ ها قبول است. در این صورت سبا صبح بعد دیدنت بیایم. یعنی زخمی هستی از او خاطر نی؟ خو حالا؟ چی حالا؟
امروز داخل نمیایی؟ به نظر من پدر و مادرم حقی را دارن بفهمن که دخترشان کی نجات دادنی؟ نه ما نمیخوایم دی وقت مزاحمشان شوم. مزاحم چی؟ گپ ناق نزن. باز دفعه دیگه سفدا. آی علی حالا دیگه لطفاً سیاس بریم. مادر سفتا دختر من. مادر یک دانیم تو آمدی. خوب است مادر. ببینید اینا مولا علی هستن. اسب شویگار که فرار میکردم داخل خانیشان شدم. اینا را در بلا و درد سر انداختم مادر، اما زودی کورشان برآمد. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. حالا داخل بیاین. ما مزاحم شما نمیشم. آی مزاحم چی بچیم؟ بیا. حالا دیگه لطفاً. بیا. سفدا پدر. دخترم یک دانیم. دختر قندم. تو خوب هستی نه؟ خوب هستی؟ خوب هستم پدر. هم ببینین همراه کی معرفیتان میکنم. استاد علی، کسی که من از دست او آدم پست احمق نجات داد.
پدر خوب هستین؟ کوکسال چی شده؟ چیزی نشده. چیزی نشده. خب پس دو صورت سر میز نان بریم، درست است اولادا؟ فکر کنم حالت پدرتم خوب نیست، شاید فشارش پایین شده باشه. اما تو نیست کوکسال؟ مسیر استم نان نمیخورم. با شما اشیای خوب میخوایم. آی نه این قسم نمیشه، نمیمانیمتان. اما تو نیست کوکسال؟ طبعا نمیمانیم که بگیم. حالا دیگه بیاین که نان آماده است. حالا دیگه عجله کو کوکسال جان. حالا دیگه بریم نی؟ درست است. بیا. راستی سینان کجاست مادر؟ گفتن نمیتونم، میخواه که تو را متعجب بسازه دخترم. چند دقیقه بعد میایه. کوکسال تو چرا نان نمیخوری جانم؟ میخورم جانم. کل چیز بسیار مزه‌دار است. قربان دستایتان. نوش جانتان. پدر استاد علی به خاطر ما زندگیشون در خطر انداختن. نه جانم، با یک انسانی که در وضعیت بد قرار داشته باشه کمک کردن فرض است. وقتی هم کوشش کرد مرا نجات بده باز زخمی شد. اما به تنهایی از عهده اون نفرای گار پس برآمد و مرا نجات داد. البته او هم در تاریکی. در تاریکی؟ بسیار زیاد تشکر، خداوند ازتان راضی باشه. سیفدا کم زیاده روی میکنه. نه جانم زیاده روی چی؟ هنوز کم از چیزی نگفتیم. سیفدا لطفاً. با زخمی هم شدین بسیار ببخشین. چیز مهمی نیست، فقط یک زخم کوچک است. ها و دیگه ای که مادر علی از فاصله دور با تبلیت چراغای ترافیک هم تغییر داد. اونایی که پشت ما بودن منتظر بودن چراغ سبز شه و ما هم ده لحظه فرار کردیم. از او آدم خود نجات دادیم. این که چی قسم شد نفهمیدم. فقط 2 روز است. این قسم فکر کن. خو میشی میخیزی. ما هم به هم میرسیم، درست است؟ درست است. مادر کلانت هم زیاد جیگر خون نسازی. او حال پیر شده، حوصله نداره. درست است جان پدر؟ درست است پدر جان. بچه شیرم. نه طفله بالا نکو. نمیشه طفله چیز نشه. خدایا ما چی کردم خدایا؟ کوکسال؟ پدر کوکسال چی شده؟ پدر چی شده؟ فکر کنم کم فشارم پایین شده. من میاله برات یک گلاس دوغ جور کنم. نه ضرور نیست. بهتر است که ما با اتاقم برم، کم خوشم باز خوب میشم انشالله. سیز حالا دیگه با شما اشیای خوب. ما میرم میبینم که چی شدهش. درست است چیز نیست، خو کنه خوب میشه. باز شروع میشه. چی باز شروع میشه سیفدا؟ مریضی پدرم علی. ده اصل خوب شده بود اما دفعتاً بازی قسم شد. به خاطر از اینکه کاکایم همدسته مشه باید هر کاری کنم. بله سعیز، او آدم که در پیش خانه کوکسال مانده بودیم زنگ زده. سیفدا پس خانه رفته؟ پس رفته رئیس. اما چی؟ علی کتش رفته.
با هم یک جای داخل خانه شدن. احمق. هرچی زودتر باید دست به کار شویم. حالا چی شده اویگار؟ باز میخوای آتش روشن کنی؟ خیریت است. علی احمق خانه سیفدا رفته کاکا. با تو چی؟ حال رفته دیگه. با تو چی؟ تو هنوز اونا را تعقیب میکنی ها؟ ما برای چی گفته بودم اویگار؟ کاکا وقتی تو فکر میکنم که سیفدا همراه او احمق است هیچ نفس کشیده نمیتونم کاکا جان. نمیتونم. یا ما او احمق میکشم یا که او مرا میکشه. ما دیگه از این کار خسته شدیم. بس است. مریضی پدرت چی بود سیفدا؟ دکترها گفته بودن که اختلالات روانی داره. 5 سال پیش یک دفعه او قسم شد علی. مشکلات بیخوی بود. هزیان میگفت دائم کابوس میدید. خب تداوی نشد؟ شد. خوب شده بود. هیچ چیز نمانده بود. البته چیزایی که دیگه وقتهای آخر سرش آمده. میترسم که بازم دوباره او قسم نشه. مادر پدرم چطور است؟ خوب است؟ نه؟ خوب است جان مادر. تشویش نکن. حال خوکده زود خوب میشه. تو متوجه خودت باش. شما هم زیاد به زحمت شدین. ببخشین. نه استغفرالله. خدا کنه که خوب باشه. مام دیگه با اجازهتان میرم. شبتان بخیر. شبتان بخیر. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم خانم خیریه. مام تا دان دروازه امرت میم. علی به خاطر کل چیز بسیار تشکر. سیفدا لطفاً بس از دیگه نمیخوایم اینقدر از ما تشکری کنی. بیبی در داخلم زیاد خجالت کشیدم. درست است. شب بخیر. شب بخیر. علی فردا در منطقه می باشینی؟ نمیفهمم. هنوز خود تصمیم ندارم جایی برم. درست است. پس شب بخیر. درست است. شب تو هم بخیر. علی خدا را شکر که هستی. کوکسال تو خو کده بودی. چرا خیستی؟ پدر رفت. علی را میگین؟ رفت؟ تو بیا در پیشم بیشین. بیا اینجا بیشی دخترم. اینجا بیشین. حال کل چیزا برم واضح بگو دخترم. وادم تو را چطور پیدا کرد؟ خب او مرا پیدا نکرد. ما او را پیدا کردم. خواهر سینان خواهر جان ایرم میفهمم کلش به خاطر ما شد. ما معذرت میخوایم. زیاد ترسیده بودم که تو را چیز نشه خواهر. هیچ نترس. هیچ کس هیچ چیز نشده سینان. گوش کن من خوب هستم. خب او چی بود که میخواستی من امرش متعجب کنی؟
زمینی دار که دلخواه ما صبر مجورش میکنم. سفدا دخترم اونا را بان بیا پیشم بیشی گپ بزن بیا. سعیس بدر سعیس میگم براتون. خب از امو شب میگم که فرار کرده بودم سعیس. یعنی تو میگی که تصادفاً نافهمیده داخل او خانه شدی اما قسم است؟ هایی مجبور شدم دیگه پدر. به خاطر اون نفرای اوگار، به خاطر که جان من نجات بدم در او خانه داخل شدم. او خانه مزلی بود. خب او آدم کی است؟ تو میفهمی دخترم؟ پدر میشه بگوین درباره علی چرا قدر سوال میکنین؟ اما پدرت حق به جانب سفدا. ما هم به تشویش هستم. این آدم کی است؟ کسو کوی داره نداره؟ ما بیازو مرده. حالا منتظر چی هستی؟ بیگه دی چیگه بس پیلوت کار ما به من یاد میدی؟ تو راستیشه بگو اگه سر کار با چشم دوختی که بفهمم. درباره پدر گم شدهشون برای چیز گفته؟ درباره دردایش و یتیم خانه؟ درباره پدر گم شدهش تو از کجا میفهمی؟ بیبی هیچ خوب نیستی. در کدام جای افتی ده زوف خواد کدی. کاش که خیریه کاش که